دقت کردید خیلیا جای مهر رو پیشونیشون حک شده؟ دو حالت بیشتر نداره. یا از روی عبادت خالصانه و صادقانه تمام وقت در حال سجده به خداوند بودن، یا برای ریاکاری و عوام فریبی با یه چیزی که خودشون بلدن جای مهر حک کردن، پینه بستن. اگر خالصانه عبادت کرده نباید از عبادت دور بشه. هر کسی بهش پستی داده گناه کرد. باید حامی باشن که همیشه در مقابل خداوند به عبادتش برسه. اگر هم از روی ریا بوده باز نباید شغل دولتی یا خصوصی در سطح کلام بهشون بده، چون آخر هم به مردم هم به مملکت خیانت خواهد. متاسفانه افراد پیشانی پینه بسته در بدنه دولت زیاد داریم. شما نظرتون در مورد این افراد چیه؟ برامون کامنت کنید. عزیزانی هم که طریقه حک کردن جای مهر و پیشونی رو بلدن برامون کامنت بذارن. زنده باد ایران و ایرانی.